جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز. ما امروز جمعی تبریکات شهنان در طربخانه کریلیچ که قناچه های آهلیک برای تبریک کردن جشن زادروزی کلیه و در نویتی آمدیم. از نام تمام کلکتیفشان، از نام باغچه بچگانه رقم 12 امروز دویدشی را در جشن زادروزیشان تبریک میکنیم. لحظه های خرسندی رو همراه شمایان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم خادمان و مهمانان طربخانه زیبا، همه شمایان را و دهه آخری که عزیز خوش آمدیدتان میگویم. من امروز ما را تکلیف کردم به جشن زادروزی کلیه و سری نویتی، یکی از آن خادمان بهترین کارخانه باغچه بچگانه رقم 12 که برایشان قرصک زنه پیشان را تکلیف میکنیم. و از مدیره و ایران نیست تکلیف میکنیم. یالا شما بایستیم، یالا شما نزدیده. زرینایتی زادروز مبارک، روز تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگویم. امروز میدونیم برنامه کی اومده گمویم؟ آنها گفتن که ما کلکتیف ما خواهرانشان آمدگیشان چنان خرسند شدیم که بعد از مادرشان که ما با زویدشی بودن، بعد از رفتگیشان چندین کارگران چندین البته زویدشی ها آمدن و من امروز باز دخترشان سری ما با سربره کرده ایستادیم. این کس آمدن علمو خودی زویدشی ما زبایدیده به آمدگی بریم شدن و جاشان گرفتن. هزار رحمت بودگیشان با ما با باز خواهر شدن. تشویشی زندگی ها ما گویم اگر میفهمن، پستی بلندی زندگی گویم میفهمن. یکان بار از زبانشان گپی بعد سخنی بد نشنیدیم. بودگیشان با شکر. حقیقتا مهنت حلال مادرشان که خواندن صاحب این خیلی کسب شدن، برای ما فخر میکنیم که باز بعد ما با آغوش ما با آمدن. همیشه صحت سلامت کردن. این تربیت نیک مادر جانشان هست. بگذار در سر ما صحت سلامت کردن، همون خیلی سروار ما شده کردن، باغچه بچگانه ما از این هم زیاده می شود. ما نرس ببینیم شدن پاچشون ما خور نخرد، در سر ما سر شده کردن الهمین بس است. برایشان گوید که دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبحی است که صد بهار دارد خواهر. امروز زادروزتان است. برایتان از نام تمامی کلکتیف، از نام خواهرانتان میگویم بخواهم آسمان ماند برآید، زمانی گلفشان ماند برآید. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برآید. حیاتتان پر از رنگین کمان باشد. شمایان که همراهی کودکان فرزند که از طرف خداوند کریم این تحفه بی‌بهاترین است، با همین تحفه ها کار میکنید. برای آنها مهر منهج شمایان پیر نمیشوید. ببینید که از چهره مادرتان نور میبارد، از چهره زبایدیده و نور میبارد که چنین جوان هستند. چند سالها با کودکان کار کردند. شما هم میزی قدم مادر را زیر کردید و البته دعای هم استاد و هم مادر را گرفتید. و کارهایتان موفقیت، زادروزتان مبارک باشد. برای زن مادر از همه بهترین تحفه این اعتبار است. بعد از آن باشد دستگلی زیبا. همین دستگلی زیبا را از نام کارخانه، از نام باغچه 12 برایتان تقدیم می‌کنیم. مبارک باشد، زادروز مبارک. ایا مادر بمیرم از برایت، ایا مادر بمیرم از برایت، و آن روی بنور و خاک پایت. بگفتی الله و کردی کلامم، بمیرم بر صدای اللهایت.
شما همچون استاد معلم و البته مادری عزیز هستید بهر امروز صاحب جشن. امروز روز تولد فرزند را برایتان مبارکباد میگویم. زبایده دایور همیشه صحت سلامت گردید. این همش تربیت نیکی شما، مهنت و زحمت های شماست. یک شرکت تبریک کنید دختر نازنین را. مرحمت. السلام علیکم. همه با تگیرم نمیدونم. بسیار من بپرسیدم بودم. اینو باوشی مادر کلیکسش من به کاری در نیمون. اینو من به فرزندم دخترم خواهرم. من از تحقیقی اینو با رحمت میگم. رحمتی کلام برای رحمت شد. من سه برون به همه هم سزاوار نمشد. در مدتی که من فرزندم هم شوی من نامعلوم کردم. من هم که بود مدرسه نور شد. من سرم آسمان برسد. من خوشم شدیم که کلیکسم که حکمتی که دیدیم روید. اینم حاضر همه وقت یافته، تو سر یافته، یک روز اندخه شد. فرزندای مونده، اویله مونده همیشه برای تبریکی نوبر اومده. رحمت شما دختر رو. کروکتون موفقیت، کروکتون جدو باز بی. جدو تو مشکل کروکتون. فرزندای آدمای خلوت کردن و جوابداریش و پاچیکش به خود نخلتگیش بچه کو گریو نشدگیش ساخت سلامت ابخچاتون رفتگیش جدو مشقت که دینیو که گوتون اینا هیچ کی نفهمد اولا بشتیم اولای میربونم کارتون بکشویش بیار همه که اویلیتون باشده از غیر پسون بود رسونت و اویلیتون فقط رزقوی نیک با دسترخوانی مدور برود خدا کمکیه دو غمان نکیه صبراتون برکمه مهنتاتون برکمه شمونه همونه شمونه حتی نیمونن اولای میربونم انام که یمونن و حسین رو جدو قسمتاتونن رحمت فرمت کدیتون الله شمونه رو برکنه رحمت شمونه باشتون چی؟ شمونه باشتون مال میخیر رو باشه میکردیم مانو فکرش کی نی؟ کلاتو کی مهنتاتو کی مونه فقدو که منو آبدونو کهیش مختن رحمت شما باشید رحمت سلامت باشید. هزار رحمت مادر جان عزیز. اکنون باشد از نام همین کلکتیو خواهرانشان برای امروز صاحب جشن ما یک تحفه داریم که در خاندانتون آویزان کنید و هر بار همین ساعت رو بینید و برای این لحظه های خرسندی رو یادآوری کردن از نام تمام کلکتیو قرصک بزنید تحفه رو پیشکش میکنیم. زاده روز مبارک باشد. مرحبا. کسی شما میکشوید مبارک باشد. کلامی الله برای کلی مبارک باشد. قبول کنید زیر بایدید. و البته در اینجا زادروز است. زادروز رو به شیرینی تصور کرده نمی شود. ما باشد برای شما تورت آوردیم همراهی خواهران مادری عزیز دختر نازنین یک جای شیرینی رو میبریم ازتون قبول میکنیم. مرحبا. مبارک باشید. اکنون زمینه‌ای که یک تو از خادمان از خواهرانتان باید تبریک رو شنوید.
الهی شما پشپیر شده بزرگی فرزنده میبره برابر سنتی نکوی بامانی نکوی بامانی الهی سری مادرتون و سر بلند شده زندتون اینم بلند شده خیلی یار شده گردی صح سلامت همه وقت اتفاق شایمون یادگاریمون نور شایمون هم نشه سر بداره سر آیدتون سلامت روید چی نیت کداشه نیتاتون سلامت همه وقت نموش تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات هم کن را گم مکن کلیه من تبریک میکنم وقتی هم ما با صبح سلامت کرده سب بداره کلیه وقتی ما با وقتی دسری دوزده با وقتی آیدتون با همیشه صبح سلامت گشته گلهای بهار برین همه وقت شده کرده صبح سلامت کرده وقتی همه ما شما نرزنده زنده سب بداره تو خوشتی شیسته حالی کنه رحمت سلامت باشد. اکنون مادرجانی عزیز زبیدالله با راهبری شما با راهبری زرینایی که یک جای همه رو به رقص تکلیف میکنیم به رقص خرسندی میکنیم زادروزتان مبارک باشد میگیم مرحمت مهمانان عزیز حضور میخواهیم اگر وقتی شما رو گفته باشید سرودها برای شما هم مرحمت رقصتان ممکن است. شبنم گل
بیننده های عزیز، امروز ما باز در قنچه ها مهمان شدیم و این لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید و امروز ما کلیه و زرین آیتی را تبریک کردیم. خود را احتیاط کنید.